آقا سلام، چطورین؟ من امیرحسینم و امروز اومدم با یه ویدیوی فوق العاده خفن دیگه خدمت شما بینندگان عزیز کانال جی اس کار. بچه حال دلتون چطوره؟ بچه یه وی پی اینی براتون آوردم فوق العاده خفن و سرعت بالا. من یه 9 روز نبودم به دلیل اینکه فیلترینگ وحشتناک شده و اینترنت ها واقعا افتضاح شده بود و اینکه اینترنت ها به چخ رفتن دیگه کلا. و اینکه همچنان هم الانم که من دارم این ویدیو رو میگیرم اینترنت ها واقعا به گاره. حالا من نمیخوام بگمش به گار رفته، یعنی قشنگ اینترنت ها به چخ رفته. و من با این اینترنت چخی که رفته یه فیلتر شکنی آوردم فوق العاده خفن که با یک کلیک میتونین قشنگ وصل شده برید یوتیوب گرده اینور اونور. قبل از همه چی لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزن. واقعا اگه این کارو بکنی حمایت میکنی از من. دمت گرم که تا الان تا اینجای لحظه از من حمایت کردی. دمت گرم، واقعا نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم. و اینکه حتما عضو چنل تلگرامی ما هم بشید. اونجا فیلتر شکن رو براتون گذاشتم، راحت برید دانلودش کنید دیگه. نخواید با این مثلا برید داخل فروشگاه پلی یه نسخه دیگر رو دانلود کنید بعد بیاید بگید آقا این کار نمیکنه. برید داخل چنل تلگرامی برای خودتون راحت دانلودش کنید و حالش رو ببرید. فقط من یه چیزی ازتون میخوام، یه حمایت سابسکرایب رو بزن. واقعا حمایت میکنی از من، خیلی حمایت میکنی. یه سابسکرایب رو بزن دیگه داداش گلم. یه دونه کامنت هم بذار اگه چیز میشه دیگه، یه دونه کامنت بذار. دمت گرم. خب آقا این فیلتر شکن هستش. برای اینکه گفتم برید دانلودش کنید داخل چنل تلگرامی ما، برید دانلودش کنید و راحت برید حالش رو ببرید. فقط زیاد کار سختی هم نداره. فقط روی این وسطه بزنید و منتظر وایسید تا براتون متصل بشه. واقعا میگم سرعتش فوق العاده زیاده، فوق العاده زیاد هستش این سرعتش. و اینکه برید برای خودتون عشق و حال از صفات سیتی. و این فقط باید صبر کنید تا این 20 ثانیه‌اش تموم شه تا براتون کانکت رو بزنه. حالا تا این کانکت میزنه من این ویدیو رو قطع میکنم. وقتی کانکت شد ادامه ویدیو رو میگیرم. خب آقا متصل شد. فقط بعد 20 ثانیه رو صبر کنید دیگه. وقتی 20 ثانیه تموم شد یه تیک سبز رنگی میاد اون پایین. تموم شد. به همین راحتی برای خودتون برید چیکار کنید؟ میریم داخل یوتیوب و بنده رو سابسکرایب میکنید. آره داش سابسکرایب رو بزن دیگه. ممنون که شدیم 373 نفر. واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم. همینجور زارت داریم میریم بالا. ببینم تو چقدر میتونیم بریم. ببینم یه کار میرسیم. و اینکه تو ویدیوهای دیگه داخل چنل گذاشتم، برید اونا رو نگاه کنید. اونم واقعا خفنه. اگه این فیلتر شکن کار نکرد برید اونا رو نگاه کنید ببینم کدومشون براتون کار میکنه. تا یه ویدیوی دیگه فعلا و بدرود.